چک کردن فرم پاسپورت بدون داشتن بارکد. سلام دوست عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. در این ویدیو میخوایم که طریقه چک کردن فرم آنلاین پاسپورت را بدون داشتن بارکد، یعنی کسایی که بارکد ندارن یا بارکد خود فراموش کرده یا گم کرده، انجام بدیم. و کسایی که در این قسمت مشکل داشتن میتونه که ویدیو تا آخر تماشا کنه تا مشکلشان رفع شود و بتونه که فرم خود چک کنه که آیا تاریخ مراجعه خورده یا نه. برای این کار مرورگر خود باز میکنیم و فرم آنلاین پاسپورت نوشته میکنیم و جستجو میکنیم و از نتایج جستجو روی اولین نتیجه فرم آنلاین پاسپورت کلیک میکنیم و این پنجره برای ما باز میشه. از اینجا زبان خود انتخاب میکنیم، روی دره کلیک میکنم ما و این پنجره برای ما باز میشه. از اینجا روی جستجو بر اساس بارکد فعلا کلیک میکنیم و از اینجا چون که بارکد خود نداریم ما میتونیم که از اینجا روی جستجو بر اساس مشخصات کلیک کنیم تا این پنجره برای ما باز شود. این فرم باید ما پر کنیم. ما اسم خود نوشته میکنم و نام پدر، نام پدر کلان، تاریخ تولد به شمسی. تاریخ تولد خود اینجا باید به شمسی وارد کنید که تاریخ تولد ما 20/8/76 هست و جستجو میزنیم. خب فرم ثبت نام ما باز شد. در اینجا میایم پایین، روی بعد کلیک میکنیم. چند مرحله داره که مراحل کلان باید روی بعد کلیک کنیم. بعد و بعد این مرحله آخر است. دوستان در اینجا یک نکته توجه داشته باشید که روی ثبت کلیک نه، روی ثبت و تایید و ارسال کلیک نکنید. اگر شما روی ثبت و تایید و ارسال کلیک کنید، فرم شما تاریخش از امروز شروع میشه، یعنی تاریخ قبلا از بین میره، از امروز شروع میشه و نوبت میخوره، یعنی تاریخ مراجعه شما به تعویق میفته. روی چاپ فرم بزنید تا فرم برای شما دانلود شود. خب گفته داپلیکیت دانلود لینک شما تکراری است، چون ما این فرم قبلا دانلود کردیم و به همون خاطر این پنجره برای ما باز شد. در غیر این صورت فرم شما دانلود میشه. میره کنسل میکنیم و میرم فرم خود باز میکنیم. این از فرمی که دانلود شده. در اینجا پایین میایم و اگر فرم شما تاریخ خورده بود، در اینجا نوشته میشه که تاریخ مراجعه شما در اینجا نوشته میشه. خب این بود از این ویدیو. اگر از ویدیو خوشتان آمد، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و اشتراک گذاری کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.